سلام دوستای خوبم، امیدوارم خوب باشید. خب کلی سوال میپرسین راجع به کاری که من انجام میدم، آموزشی که میدم و آیا راضی هستم یا نه. من همیشه گفتم، بازم میگم، بهترین شغل برای خانوم ها در حال حاضر با توجه به هزینه‌ای که میکنین و مدت زمانی که دوره رو میگذرونین و سرتیفیکیت میگیرین، همین کار پرمننت میکاپ و ماکروبلیدینگ ابروه که با هزینه به نسبت کم درآمد خیلی خوبی رو خواهید داشت. البته یه نکته رو اینجا باید مد نظر داشته باشید. من همیشه میگم برای رسیدن به موفقیت باید تلاش کرد. یعنی اینجوری نیست که شما میان یه دوره رو میگذرونین و انتظار هزاران دلار در ماه درآمد رو خواهید داشت. نه، اینجوری نیست. باید تلاش کنید، دنبالش برید تا به نتیجه برسید. عشق و نور بهتون.